ماها مدلمون تو زندگی چیه؟ اینه که انسان متاسفانه گیر میکنه تو اینکه فکر کنه زیاد فکر کنه زیاد موفق میشه. مثلا که شما کمتر فکر کنی بیشتر عمل کنی موفق میشی. یک جمله‌ای داره در دارالمجانین آقای جمالزاده، میگه که کرم ابریشم وقتی در پیله گرفتار ماند و مدتی دور خود پیچید و تنید، از برکت آن تلاش‌ها و پیچش‌ها پروانه در میآید، ولی انسان مادر مرده برعکس وقتی در لجه افکار گرفتار گردید دیگر روی رستگاری نخواهد دید و مانند محکومی که وزنه آهنین به پایش بسته و در دریا انداخته مدام در گرداب حیرت و سرگردانی فروتر می‌رود. زندگی این یه اهدافی که منجر به یه عمل بشه. صبح تا شب فکر کردن و حرکت زدن و اینا نداره. نشین فکر کن که راه میانبر کجاست. اون کرم ابریشمه بتنه پروانه میشه. ولش. تفکراتتو بنویس یه بار، اهدافتو بنویس، آرزوهاتو بنویس، دیگه بقیه‌اش تلاش. این راه رسیدن به موفقیت یه راه بدون میانبره برامون. باید عین همیشه کتاب بخونم، مطالعه کنم، دانشم به روز باشه، واسه مردم به اشتراک بذارم، مردم دونه دونه واسه هم شیر بکنم. پس خیلی مهمه که شما تلاش کنید، کوشش کنید، فکر راه میانبر، فکر راه سریع نکنید. فکر راه سریع خطای اولو میاره. خطای اول میندازتتون تو لوپ اشتباه غرق. چرا دنبال راه سریع؟ چون دنبال آسودگی، دنبال این نیستید که بفهمید آقا زندگی سخته دیگه، واسه صبح تا شب بجنگم، کوشش کنم، تلاش. چرا دنبال یه راه میانبرید، از دغدغه فرار کنید و سریع مسیر زندگی رو برید و من به یه خونه و یه ماشین فلان و بیسار رو سریع برسم و من اینجام نشد، من رفتم راه سریع نمیشه.